سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای سپهبند عضو کمیسیون انرژی مجلس. اخیراً صحبتی شما کرده بودید که خب مقداری هم جنجالی شد راجع به کشت خشخاش در کشور. می‌خوام مبانی این و مبنای این، بهتر بگم مبنای این موضوع از دید شما چی هستش و چه ارزشی برای کشور خواهد داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته این نباید جنجالی بشه چون یه موضوع علمی و فنی هستش. حضور شما عرضم که ما از زمان قاجار کشت خشخاش رو در این کشور داشتیم، صادراتش رو داشتیم. اون موقع که صحبت از استخراج نفت نبود. بعد در سال 1334 ممنوعیت کشت خشخاش رو داشتیم. در سال 1347 باز یک قانونی به اسم قانون کشت کنترل شده و محدود خشخاش رو داشتیم که تا سال 1359 این کشت میشد. اما در سال 1359 با یک اقدام عجولانه و غیر کارشناسی به هر حال این ممنوع شد. در قانون 1347 اومده که تا زمانی که کشورهای همسایه اقدام به کشت خشخاش میکنن ایران هم این کار رو انجام میده. اما چرا باید انجام بده؟ البته دلیل این کار چی بود که ما در 59 متوقف کردیم؟ گفتن اگر تریاک کشت نشه، خشخاش کشت نشه، اعتیاد کم میشه. ولی ما دیدیم که در 4 دهه بعد از اون نه تنها کم نشده بلکه تنوع مواد افیونی و صنعتی بسیار بیشتر شده و اعتیاد از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی رفته و این مواد هم بسیار آسیبزا و خطرناک هستند برای سلامت جامعه. اما چرا باید کشت کنیم؟ بنده طرح اینو آماده کردم و روش مطالعات زیادی انجام شده. اولا ما کشتش رو میخوایم به خاطر مسائل داروییمون، مصارف داروییمون انجام بدیم. در کنوانسیون سال 1961 اومده که تمام کشورها میتونن این کشت رو برای مصارف دارویی داشته باشن. خب مصارف دارویی ما چقدر؟ الان طبق آخرین گزارش‌هایی که بنده دارم بالغ بر 600 تن شرکت‌های داروسازی ما نیاز به تریاک دارن. خب واردات این برای ما هزینه سنگینی داره. از اون ور به بهانه این قاچاق مواد مخدر خیلی زیاد شده، یعنی تریاک بی‌کیفیتی که ما باید ببریم در داروسازیامون استفاده کنیم. از اون ور من متوجه شدم که تریاکی که از افغانستان وارد میشه یه مواد اعتیادآور دیگه‌ای به این اضافه میکنن که اعتیادش رو میبره بالا و آسیب پذیریش رو بیشتر میکنه. خب حالا جنبه‌های اقتصادی این هم هستش دیگه، یعنی اون ارزی که از کشور خارج میشه، اون هزینه هایی که ما برای مبارزه با مواد مخدر داریم انجام میدیم، هزینه هاش که همین الان مطالعه کوتاهی بفرمایید، ما نگهداری مرزهامون هزینه بسیار بالایی داره. سازمان ملل هیچ کمکی به ما نکرده، کشورهای اروپایی هیچ کمکی نکردن. به هر حال ما هرچی ممانعت برای خروج هم میکنیم به سمت اروپا، در واقع میاد داخل کشور این مصرف میشه. از زمانی هم که طالبان مبارزه با کشت خشخاش رو بیشتر کرده، خب از اون ور در انبارهاشون چون انباشتش زیاده داره تبدیل میشه به شیشه با قیمت خیلی بالایی وارد کشور میشه و به حضور شما عرضم که به جامعه ما داره آسیب زیادی میزنه. خب از طرفی ما 3500 رو برای مبارزه با مواد مخدر دادیم، هزینه‌های زیادی رو نیروی انتظامی ما داره متحمل میشه. همین الان هم برای امهای کشت خشخاش داریم هزینه زیادی میدیم، نارضایتی زیادی ایجاد کردیم. به هر حال اگر برگردیم قانون
347 اگر به صورت محدود و مدیریت شده این گیاه رو کشت کنیم و مدیریت شده برای مصارف دارویی تحویل بگیریم، به نظر بنده هم از نظر اقتصادی، هم از نظر اشتغال و هم از نظر تأمین تریاک سالم برای شرکت‌های داروسازیمون بهتر خواهد بود. حالا اینو هم میدونیم که به هر حال خیلی از کشورهای اروپایی حتی الان در پرتغال، در نروژ، در هلند و کشورهای دیگه برای مصارف دارویی هم خشخاش کشت میکنن، هم ماریجوانا کشت میکنن و به هر حال اینطور نیست که ما مطلق بخوایم این رو ممنوع کنیم، آسیباش بیشتر میشه. این چیزیه که ما به عنوان یه طرح آماده کردیم، پیشنویس دادیم و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، مراکز مطالعاتی، دانشگاه‌ها، مرکز دیابت ایران، انجمن دیابت ایران داریم روی این مطالعه می‌کنیم و انشالله که به یک نتیجه مثبتی برسیم و بتونیم یکی از چالش‌های اساسیمون رو در این کشور برطرف کنیم. ممنونم آقای دکتر.